ائمه به مردگان درون قبر کمک میکنند. خب آقا اینجا یه سوالی پیش میادش که آیا اهل بیت در اون لحظه به اون شخص کمک میکنن که به سوالات درست جواب بده یا نه؟ یقینا به کسی که مؤمن است، محب اهل بیت است، اینم یقینا که میگم طبق روایاتیه که وجود داره، اهل بیت علیهم السلام کمک میکنن به محب. حتی در روایت داریم وقتی که طرف توی قبر ازش سوال میشه، ولایت اهل بیت علیهم السلام خطاب میکنه به نماز و روزه و حج و اینا، خطاب میکنه به نماز، به روزه، به خمس، به زکات، به حج، به اعمال اون شخص، به اعمال اون شخص، چون شیعه معتقد است به تجسم اعمال مجسم میشه. بله. ولایت اهل بیت مؤمن توی قبر میبینه یه سری افراد توی قبرش هستن، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن، احادیث متعدد داریم اینو عرض کنم، هر شخصی که میمیره تو قبرش کسی باهاش وارد میشه، اگر کاراش خوب باشه اون شخص آدم خوب و نورانی و کمکش میکنه، اگر بد باشه اون شخص جز عذاب براش چیزی نداره. وقت حضرت فرمودن اون کسی که اذیت میکند و اون کسی که کمک میکند اعمال شماست که مجسم میشه به صورت افراد توی قبر. لذا در روایات داریم که ولایت اهل بیت علیهم السلام توی قبر مؤمن وارد میشه، میبینه چقدر شخص نورانی، اما میره کنار، خطاب میکنه به نماز، به روزه، تجسم اعمال در ذهنتون باشه، حالا بحث مفصلی وقتی اشاره میکنیم، خطاب میکنه به نماز، به روزه، به حج و این اعمالی که هست فروع دین. میگه که اگر از این مؤمن سوال کردن شما جواب بدید، هر جا کم آوردید من کمکتون میکنم. بله. یعنی ولایت اهل بیت علیهم السلام به داد انسان میرسه. بینندگان گرامی، در احادیث صحیح و معتبر و کتب تفسیر اهل سنت و شیعه آمده است که الله متعال است که مؤمنان را در دنیا و آخرت با سخن استوار، محکم و استوار نگه می دارد و کمک می کند، نه ائمه. الله متعال می فرماید: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله مؤمنان را در دنیا و آخرت به خاطر سخن استوار، محکم و استوار نگه می دارد. و مراد از فی الاخره در این آیه در قبر می باشد. سؤال ما از این شخص که تلاش می کند نماز و روزه و زکات و حج را کم ارزش و امامت را بزرگ جلوه دهد این است که چرا صدها آیه درباره نماز و زکات داریم و آیات بسیاری نیز در مورد حج وجود دارد، اما هیچ آیه قطعی درباره ولایت و امامت مزعوم شیعه در قرآن وجود ندارد.